بستری شدن آریانا سعید در شفاخانه در استرالیا. دلیل بستری شدن آریانا سعید و اسیب چی بوده است؟ آیا آریانا سعید مورد سوءقصد جانی قرار گرفت؟ دلیل سفر آریانا سعید به کشور استرالیا چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده کنسرت جدید آریانا سعید که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلها، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنای کشور بوده است. شهرت و محبوبیت هنری خاصی در میان مردم افغانستان داشته است. آریانا سعید کارهای هنریش را بیشتر از 15 سال می شود برای دوستداران و طرفدارانش انجام می دهد. آریانا نه تنها هنرمند مردمی و خوش صدای کشور بوده است، وی کارهای هنری و همچنان کارهای سیاسی بیشماری برای مردم بالخصوص زنان افغانستان انجام داده است. آریانا سعید چند قبل در کشور امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخت. آریانا سعید تاکنون چندین بار من حیث سفیر صلح، حسن نیت و سفیر سرطان سینه در افغانستان اجرای وظیفه می کرد. وی اولین هنرمند افغانی بود که در پارلمان اروپا آهنگ سرود. آریانا سعید اما ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می کرد. آریانا چند قبل به کشور استرالیا رفت و قرار بود در شهرهای بزرگ استرالیا و زیلند جدید کنسرت‌هایش را برگزار کند. کنسرت‌های آریانا سعید در این کشورها موفقانه انجام یافت، ولی آریانا سعید به دلیل نامعلومی با اسیب در شفاخانه در استرالیا بستری شده است. دلیل بستری شدن این دو معلوم نیست، ولی آرزوی شفایابی برای آریانا سعید و اسیب از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر امیتان را به علای منان سپرده موفق و کامگار باشید.